سلام دوستان، ایشون آقای استاد اصغر آلویی هستن، نویسنده 13 جلد کتاب در مورد دیانت، خدا و امامانشون. تو شغل شریف جمع‌آوری کارتون هستن. یکی از استادای دانشگاه بودن. من ایشون رو دیدم و اولا به حالشون قطعه خوردم از این همه علم و دانشی که در مورد مذهبیات و علم خداشناسی دارن و متاسف شدم از این که چرا باید ایشون با این همه سن و سال، با این همه تجربه و این همه بیان خوب چرا باید تو این شغل باشن. خواهشم دوستان دلغک‌های مجازی رو مشهور نکنید. ببینید یه آدم زحمتکش و پرتلاشی هست که با این سن و سالشون هم هنوزه دارن تو این شغل شریف کار میکنن. چون محلهشون رو با زحمت برسید و 3 جلد به من کتاب هدیه دادن از کتابای خودشون که واقعا باید قدر اینجور آدم ها رو بدید. خواهشم هر کجا کسی رو دیدید قضاوتش نکنید. برید ببینید این مرد چقدر تجربه زندگی داشته که اومده 13 جلد کتاب رو نوشته.